یه دقیقه این کلیپو ببین. چند وقت پیش داشتم با بابام صحبت می‌کردم، میگفتم آقا چرا شما نمیای توی اینستاگرام یه تولید محتوایی بکنی، یه 4 تا نکته درست حسابی به مردم یاد بدی. گفت نه اینستاگرام مال شما جووناست و نمیدونم معتبر نیست و من اعتبار علمیم زیر سوال میره. گفتم پدر من اگه تو یه هفته بهت ثابت کنم که آشپزی مامان بده میاد تو اینستاگرام. گفت این تنها چیزیه که نمیتونی ثابت کنی. گفتم باشه. یه هفته بردمش خونه خودم، فقط بهش غذای تند هندی دادم پر ادویه. بعد یه هفته برگشت خونه، مامانم غذا درست می‌کرد، میگم مزه آب میده. زنگ زد تو من، میگم امیر حسین چیکار کردی؟ آشپزی مامانت بد شده. گفتم پدر من آشپزی مامان بد نشده، ذائقه تو عوض شده، چون یک هفته عادت کردی فلفل بخوری، الان نرمال می‌خوری میگی بد. به بابام گفتم شرطو که باختی، پس تشریف میاری تو اینستاگرام، اون که به کنار. ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره. پیش از اینکه ذائقه مردم توسط محتوای چرت و پرت عوض بشه، لطفاً متخصصا تشریف بیارن تو اینستاگرام تولید محتوا بکنن که مردم بدونن محتوای درست، علم درست، آموزش درست چیه، محصول درست چیه. اگر اینها نیان، کسانی هستند که با محتوای چرت و پرت ذائقه مردم عوض بکنن. بعد اون موقع اگه یه نفری که سرش به تنش میارزه میاد جلوی دوربین حرفی میزنه، بقیه بگن قلاب نداشت، حرفش جذاب نبود، مزه آب میداد، نگاه نکنه. فقط یک دلیل باعث شد که من اینستاگرامو شروع کنم، حرفای این کلیپ بود. من قناعتیم مشاور مدرسه، کلی تو دانشگاه درس خوندم فقط به خاطر اینکه بتونم دانش آموزای پایین نهمو درست راهنمایی کنم. می‌بینم که خیلی از مشاورین پایین نهم دارن دانش آموزا اشتباه راهنمایی میکنن. راهنمایی‌هاشون نه بر مبنای علاقه دانش آموز، استعداد، تیپ شخصیتی و ارزش‌ها و باورهاشه. دانش آموزا صرفاً بر مبنای بازار کار و درآمد اون رشته دارن به اون رشته راهنمایی میکنن. و چه اتفاقی میفته؟ بعد چند سال دانش آموز اون رشته میره، بعدش میبینی که اصلا حالش با این رشته خوب نیست، درآمد داره ولی اصلا لذت نمیبره، اصلا خوشش نمیاد. چرا؟ چون تیپ شخصیتیش لحاظ نشده، استعدادش لحاظ نشده و علاقه‌ش هم که همینطور. پایین نهم میاد تو پیجم کلی نکته در مورد هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایین نهم توضیح دادم. پیجو فالو کن و برای دوستاتم بفرست تا اونا هم بتونن از این مطالب استفاده کنن. یه دقیقه این کلیپو ببین. چند وقت پیش داشتم با بابام صحبت می‌کردم، میگفتم آقا چرا شما نمیای توی اینستاگرام یه تولید محتوایی بکنی، یه 4 تا نکته درست حسابی به مردم یاد بدی. گفت نه اینستاگرام مال شما جووناست و نمیدونم معتبر نیست و من اعتبار علمیم زیر سوال میره. گفتم پدر من اگه تو یه هفته بهت ثابت کنم که آشپزی مامان بده میاد تو اینستاگرام. گفت این تنها چیزیه که نمیتونی ثابت کنی. گفتم باشه. یه هفته بردمش خونه خودم، فقط بهش غذای تند هندی دادم پر ادویه. بعد یه هفته برگشت خونه، مامانم غذا درست می‌کرد، میگم مزه آب میده. زنگ زد تو من، میگم امیر حسین چیکار کردی؟ آشپزی مامانت بد شده. گفتم پدر من آشپزی مامان بد نشده، ذائقه تو عوض شده، چون یک هفته عادت کردی فلفل بخوری، الان نرمال می‌خوری میگی بد. به بابام گفتم شرطو که باختی، پس تشریف میاری تو اینستاگرام، اون که به کنار. ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره. پیش از اینکه ذائقه مردم توسط محتوای چرت و پرت عوض بشه، لطفاً متخصصا تشریف بیارن تو اینستاگرام تولید محتوا بکنن که مردم بدونن محتوای درست، علم درست، آموزش درست چیه، محصول درست چیه. اگر اینها نیان، کسانی هستند که با محتوای چرت و پرت ذائقه مردم